دست میری تو بعدو میاری بالا. دست اگر میری حالا دست رو میگیری یه چرخش میکنی، دست رو با میکنی دستش بره لای پا، میبینی؟ حالا میاری پا. اگه اینجا گرفتی پاچو میدی به این دست، میدی داخل، دست رو برمیگردی، تیغه استخونتو میذاری بین دستش. اینجا که بستید بلش کردی دستا رو بازوهای خودت فقط فشار میدی. اوکی؟ ببین بچه‌ها زمانی که میخوای این دو کتف بازوهاتو بزنی تیغه استخون دستتو میذاری بین دستت. اگه این استخون دستتو اینجوری بزنی دردش نمیگیره. باید به حالت